این گلا چجوریه؟ کیلوییه؟ اینا مال تاجه. اوقات شهرم. گل سرخ. شربت گل. میتونه چه میاد داخل پارچمون داخل به سردی ها باید الان غذاهایی که می‌خورید همه سردیه. از صبح که باید سلام خانم. این گلا چجوریه؟ کیلوییه؟ اینا مال تاجه. کیلویی باید این گلابگیر بخرید. آها اینا چیه؟ برای تاج؟ آره اینا رو ما تاج می‌ذاریم. آها تاج. خریدی. آها اوکی. گلابیه صورت شفاسی داخل کوچه است. آها. بعد
خریدی رو نه که بسته بهت بدم بگم 1 کیلو بگی بود اولی شربت چیه؟ شربت گل سرخ مرسی متشکرم. سوغات شهنم مرسی گل سرخ. شربت گل. آقا یه سیب بگیرم. که بخواد بره نیستش که نه فهمیدی هذا تشربت كوكو شربت الصبح هنا يقول الصبح دوستان این آسیاب مخصوص آسیاب کردن زردچوبه است. ببین زردچوبه خودش اینه و آسیاب میشه، پودرش میشه این که ما استفاده میکنیم. از اون گوشه ببین
حمام صفوی است، قدمتش 400 ساله. بالایی که اول اومدین رختکن حمامه، حوضچه وسطش حوضچه آبی سرد یا کاشوره است. اینجا خود حمامه. این ستونایی هم که اینجا میبینید تون حمام یا آتش‌جونای حمامه. زیر این کف کلا خالی ستون کانال کشیده بیرون آتیش زیرش میکردن. از طریق دیدکش‌ها دود و حرارت میامده این طرف. کف اینجا آب مهرم میخواد چه کنی؟ سلام. نه دستگاهی گلابگیری سنتیه. الان بریم گلاب بگیریم. 30 کیلو از همون گلای محمدی رو همراه رو 60 چاپ می‌ریزیم داخل دیگ. در دیگ که بسیشون چولیزی دیگ روشن میشه. گل همراه با آب میجوشه، بخارش توسط این تا نیچه میاد داخل پارچ. پارچمون داخل آب سرده. سردی آب باعث میشه بدنه پارچ خنک بشه، بخار تبدیل بشه به مایع. یه نوع گلاب داریم، گلاب دو آتیشه. 30 کیلو گل رو میریزیم، به جای 60 لیتر آب 60 لیتر گلاب میریزیم. 2 بار تبخیر میشه گلاب دو آتیشه که خیلی غلیظ‌تر از معمولیه. گلاب تازه هم اولش بوی گل پخته میده، بوی گلاب نمیده. باید یه مداخل یخچال جای خنک میده قشنگ بو حرف خودش رو به دست بیاره. اگه الان کسی بگه گلاب تازه برام بود داشته باشه لیسانس. این میشه گلاب دو آتیشمون. بخورید بوی گل پخته میده ولی یه رگ تلخی و گسی رو داره. این میشه گلاب دو آتیشمون. بخورید باشه بدون چه ببرید. این میشه گلاب خالص. این میشه نعنامون. کم میریزم بتونید بخورید. این نعنای دو آتیشمونه. تند و خالص. خوشم بهترین عرق نمی‌کنه، عرق دارچی. این دارم چوبای دارچی بده. چوبای دارچی ما تو عرقش می‌ریزیم. دارچی. با اینکه شیرینه واسه قند خون خیلی عالیه، چربی سوز هم هست. داخل چایی، شربت، غذا، قیمه، مرغ، ماهی هر چی پود و چوبش استفاده می‌کنی عرقش بریزیم. هلمونه این هله 70 نوع عرق داریم، کیفیت ها بالا. اگر چیزی میخواین سوال چیزی داریم نه همه کار خودمونه. تا 2 ماه گلابگیری داریم. بعد مثلا فرزنده هل دارچین میگرفتیم، بعد گل میاد تا آخر خورداد گل داریم. بعد گل کاسنی میاد، 2 ماه کاسنی، دوباره بعدش نعنا میاد. هر فصلی عرقی میگیریم. فقط گلاب نمیشه پشتران عرق گرفت چون حساسه. دیگا سفید میشه تا 2 ماه. فقط گلاب. بله. اگه چیزی یه دستگاه گلاب می‌ری به روش سنتی. اگه چیزی می‌خواید سوالی چیزی دارید؟ سنتی یا سنتی؟ گلاب.
ولی سنتی چیزی که دیدید فاصله خیلی سنت. خب بچه ها اینجا بهش میگن غار خانه سنگی و من میخوام برم این پایین رو بهتون نشون بدم. چه جالبن این وسایل، ترازو، کوزه و یه سری وسایل قدیمی. آره تازه رسیدیم داریم بازدید میکنیم اما عبدالله میبرد تو مامونیم چیکار کنیم سوی خواهد رفتیم شما نمیبینیم. سلام خواهرم. خانم گلاب این خانمی گلاب خودم میخوام بدونم اگه الان جای گلاب بهت دادم بودار بود یا اینجا اسانس ریختن یا حالا مونده است سوالی باشه خدمت من تستم ببندم نظیر گل محمدی رو برشن بله الان دست کنم آخه این الان نمون بود دست کنم گل یه بینم بگو گل الان غذاهایی که می‌خورید همه سردیه. از صبح که باشه تا شب هر چی غذا می‌خورید میوه‌جات، لبنیات، برنج، مرغ، ماهی همه سردیه. نمیشه که هر چی خوش آمدید. معجون می‌خوای؟ بگو هم چی می‌خوای باید بگو.
216 در حد کسی بیاد Termini.